دوست عزیزی که از چت جی پی تی یا اصولا AI هوش مصنوعی برای نوشتن مقاله یا پایان نامه داری استفاده میکنی و وقتی ازت میپرسن از هوش مصنوعی استفاده کردی یه خورده منمن میکنی، خجالت میکشی. میخواستم هم اینجا بهت بگم اصلا خجالت نکش، استفاده کن، سرت هم بالا و با افتخار بگو از هوش مصنوعی استفاده کردم برای نوشتن پایان نامه و مقاله. برای آموزش نه، اون تکالیف رو استفاده نکنید، چون اون تکالیفی که به شما داده میشه برای یادگیریه، یعنی شما باید تمرین کنید. ولی نوشتن شرط و شروط خاص خودشو داره. 2 تا شرط اساسی داره. یک، شما باید به ادبیات علمی و به استراکچری که میخواین توی اون قالب مقاله یا پایان نامتون رو بنویسین اشراف داشته باشین. ادبیاتی که هوش مصنوعی برای نوشتن متون علمی استفاده میکنه گاهن ادبیاتی نیستش که ما به صورت معمول توی لیتریچرها بخوایم ازشون استفاده کنیم و این با تجربه به دست میاد. یعنی شما باید هوش مصنوعی رو تصحیح کنید. متوجه عرضم میشین؟ یه سری افعال، یه سری جمله بندی ها، یه سری ناموزونی در ادبیات نوشتاری در مورد مثلا زمان افعال که بخوان صحبت کنه، استراکچر جمله که بخواد نوشته بشه، بعضی وقتا بعد از کامای خط فاصله های بلندی هست برای تاکید، اینها استفاده نمیشه. بعضی وقتا چند تا اسپیس مثلا میخوره. اینا چیزایی که AI دیتکتور قشنگ میتونه دیتکت کنه، همینجوری هم داره دیولپ میشه، یعنی مشخص میشه. ولی شما باید انقدر اشراف به نوشتار علمی داشته باشید که بدونید که ما از چه افعالی استفاده میکنیم توی متون علمی که بیاین همونا رو تصحیح کنیم و شما در مقامی باشین که این اعتماد به نفس رو داشته باشید که بتونید حتی AI رو تصحیح کنید و غلطاشو بگیرید و ویرایش کنید و به قول خودشون گفتنی هیومنایزش کنین، انسانیش کنین، از اون حالتی که هوش مصنوعی برای شما نوشته و قابل تشخیص هم هست خارجش کنید و بیارید مال خودتون کنید. اون موقع شما میتونید ازش استفاده کنید. و از این هم مهمتر اشراف کامل علمی شماست به اون مطلب. یعنی شما باید بتوانید از نظر علمی انتقاد داشته باشید به اون محتوایی که از چت جی پی تی یا مثلا از هوش مصنوعی دارید میگیرید و اون رو بگیرید تصحیح کنید، بدونید غلطاش کجاست. اینی که یه سوالی بدین، مثلا بگین در زمینه فلانم میخوام یه ریویو آرتیکل بنویسم و حالا شروع کنه برای شما مطالب رو طبقه بندی کردن و نوشتن و اینا، خیلی خوبه. کی خوبه؟ زمانی که شما میتونید بفهمید که کجاها داره اشتباه میزنه، کجاها داره به شما دیتای اشتباه میده، کجاها داره از رفرنس های اشتباه استفاده میکنه برای نوشتن اون متون. اینو بیاید اصلاح کنید و درستش کنید. برای چه کسی خوبه؟ به نوعی چت جی پی تی یا هوش مصنوعی یا هر ابزار هوش مصنوعی دیگه که برای نوشتار علمی استفاده میشه، برای کسی که یک، به اون مسئله اشراف داشته باشه و 2، سطح ادبیاتش بالا باشه. در واقع هوش مصنوعی برای کسیه که از کمبود وقت میخواد فرار کنه و بیاد از این استفاده کنه، نه کمبود دانش. این خیلی مسئله مهمیه. اگر شما یک مطلبی رو به صورت علمی خودتون و چند نفر دیگه مسئولیتش رو بر عهده میگیرید که بیاین پابلیش کنی و میخواین پابلیش کنی و بگین این دستاورد علمی منه ولی کار شما نیست و چت جی پی تی نوشته، اینجا اشتباه میزنیم، نباید این کارو بکنیم. ولی اگر از هوش مصنوعی دارین استفاده میکنین برای نوشتار قسمت بدیهیات، مثلا نوشتن متریال متد، نوشتن اینتروداکشن، قسمت هایی که حالا زمان بره و شما این اشراف رو دارین که کاملا میتونین ویرایشش کنین و به زبان خودتون برگردونین، یه اسکلت کامل به شما بده که طبق اون برین جلو، این خیلی خوبه. ولی اگه انقدر اشراف ندارین، لطفاً با آینده خودتون بازی نکنین، با آینده همکارانتون بازی نکنین، چون اگر الان هم AI دیتکتورها نتونن دیتکتش کنن، شاید بعداً بر به مشکل بخورین و دچار سرقت ادبی یا مشکلات دیگه بشین. موفق باشین و پیروز.